اشک یک لحظه به مژگان بار است، مدت عمر همین مقدار است. واقعا عمر انسان چون اشک سری مژگان کوتاه است و نفری به همه آرزوی و نیتهایش نمی رسد. ولی هستند شخصیت هایی که با وجود عمر کوتاه در زندگی عملهای نجیبانه، فعالیت شایسته انجام داده از فضل و دانش، زحمت و تلاش‌هایشان اهل جامعه برخوردار می‌گردند و با این وسیله در حافظه نسل‌ها محبوبیت آنها فراموش نمی‌شود. در ردیف چنین شخصیت‌های شناخته شهر باستانی پنجکین می‌توان نام سابقه‌دار معارف، آموزگار شناخته، مادری مشفق و غمخوار، روانشاد منوره اکرامова را با ذکر خیر به زبان آورد. شادروان 25 اپریل سال 1923 در خانواده یکی از چهره‌های شناخته اهل ضیای شهر باستانی سمرقند، عبدالکریم عادلی چشم به عالمی هستی گشاده در محیط انسان‌های دانشمند به کمال رسید. از روی سرچشمه ها و نقل پیوندان عبدالکریم عادلی با استاد صدرالدین عینی و دهها فرزندان جانفدای ملت در ترغیب و شناخت تاریخ، تمدن، زبان و ادبیات تاجیک در آن سالهای مرکب و خطرناک با نشر کتاب‌ها، روزنامه و مجله‌ها، تحقیقات‌های علمی نقشی بزرگ گذاشتند. محض با دستور استاد صدرالدین عینی کارمند مجله راهبر دانش عبدالقادر عادلی به روزنامه حقیقت پنجکین دعوت می‌گردد. همین طور سالهای 30 قرن گذشته اهل خانواده منوره اکرامova در شهر پنجکین مقیمی می‌شوند و سرنوشت خود را با مردم این دیار می‌پیوندند. سال 1943 منوره جوان با ساکن شهر پنجکین موسی قل اکرامov که در وظیفه رئیس کمیسیون شهر پنجکین فعالیت داشت به شوهر می‌براید و صاحب 6 فرزند می‌شوند. فرزندان این خانواده متین، استدای، مقصود، معروف، مرحبا و مهنیسا با وجود مشکلات آن سالها و بر وقت محروم گردیدن از مهر پدری مؤسسه‌های تعلیمی را با موفقیت ختم نموده با اجرای وظیفه‌های گوناگون در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور خویش سهمی ارزنده می‌گذارند. باعث تأسف است که عمر برای پدر این خانواده وفا نکرد. سال 1955 موسی قل اکرامov از دنیا چشم می‌پوشد. تربیت فرزندان را منوره اکرامova به دوش می‌گیرد و برای تامین آنها آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکین را ختم می‌نماید. فعالیت آموزگار جوان در مکتبی به نام لیرمنتوف حالا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 به نام اسماعیل سامانی آغاز و ادامه یافته، شادروان تا سن نفقه در همین تعلیمگاه شاگردان زیادی را از علم و معرفت بهره‌ور ساخت. در آن سالهای دشوار برای منوره جوان تامین عائله و تربیت 6 نفر فرزندان خردسال خیلی مشکل بود. بنابراین او با مرد پذیرفتش عبدالجبار خلیفه عائله نو
بنیاد کرد. سال 1957 تولد فرزند مطلوب خلیفه‌یف مهر و محبت آنها را نیروی و امیدهای نو بخشید. همزمان انسان نیک اندیش عبدالجبار خلیفه‌یف در برابر فرزند خویش فرزندان همسرش را پدروار تربیت نمود و به کمال رسانید. برای فرزندان و پیوندان خانواده اکراموف‌ها شهر سمرقند همچون ریشه پیوندی اجدادی خیلی عزیز و مقدس بود. آنها پیوسته با خبرگیری خویش و تباران آمده مهر و قدرشناسی یکدیگر را بهترین هدیه زندگی می نامیدند. در یک از دیداربینی های نوبتی سنه 18 ایولی سال 1987 منوره اکراموفا در شهر سمرقند در منزل پدری از عالم درگذشت. فرزندان و پیوندان با درد و اندوهی زیاد مادر را در مکانی مقدس آرامگاهی شاهی زنده به خاک سپاریدند. با مرور سالها اهل خانواده از گذشتگان نکونام خویش موسی اکراموف، منوره اکراموفا، عبدالجبار خلیفه‌یف، متین اکراموف، مقصود اکراموف، مهری موسی و دیگران با حسرت و سوگواری همزمان با افتخار یاد میکنند. ماه اپریل سال روان در عرفه عید مبارک رمضان با مقصد ذکر خیر 100مین سالگرد مولود مادر مشفق و فراموش ناپذیر منوره اکراموفا فرزندان و پیوندان با دعا و فاتحه خاطره مادر را گرامی داشتند. در صحبت فرزندان این خانواده سابقه داران ساحه مطلوبات مرحبا موسی و معروف اکراموف بار دیگر از فضیلت و مهربانی های مادری نکونامشان یاد کردند. در حقیقت 100 دقیقه که مادرم بسیار در سن جوان یاش مردن. در حق ما مادر بسیار خدمت کردن. من در خاطر دارم که مادرم 2 بست کار میکردن. شب تا روز اون کس دفتر میدیدن، فنسپیک می نویستن که ما در خواب شیرین بودیم. همه ما را اون کس تربیه خوب دادن. همه فرزندای مادرم ما مصاحب معلومات کردن ما را اون کس. گرچند که مادرم سختگیر بودن، مادرم خیرطلب بودن، ما از خط کشیده مادرم دور نمی رفتیم. ما مادرم رو من امروز که مادرم نیستن ما کارگر شدیم، ما نانیاف شدیم، لیکن مادرم راحتی ما رو قریب که ندیدن. از پدر و مادرم فخر به اندازه فخر میکنم. به هر یک انسان مادر خودش عزیز است، مادر خودش بهترین مادر است، لیکن به فکر من که بهترین ها مادرم بودن. بود دنیای من و رفتی از دنیا مادرم، من برون از خاک و تو در خاک تنها مادرم. در بهاری که طبیعت چون جوانی خندروست، گریه‌رویم از غمت در باغ گلها مادرم. پست و بالای جهان بالای هم غم میدهد، با تو یکسان مینمود این پست و بالا مادرم. مهربانی های تو با تو زیر خاک رفت، کس نیازد سوی من دستی تسلا مادرم. زود رفتی از جهانی ناشکه با مادرم. 100 ناشکه با مادرم رفت در تابوت تو، هم بود هم نابودی من، و علم از دست دنیای فریبا مادرم. بردی از لب خندم ای شعله آینده‌ام، و دریغ مادرم، 100 و دریغ مادرم. پدر من اکراموف موسی در رئیس کمیته شهر پنجکت بودم. درگاه ما بسیار سرمهمان بود. صدرالدین عینی خانی ما می آمدم. من خاطرم به است که من در آغوششان گرفته میشتن.
بعد از زواج مشکلی حیات کتی پدرم تیز وفات کردن. بعد مادر من مجبور شدن با 3 سال شهر ببرن. همین که بعد ما اونا تربیت کردن. من که تا دستم بردم مکتب بموندم، مکتب روسی با مکتب تمام کردم، خواندم، اینستای سمرقند تمام کردم. یک شب رنجی که مادر کشید به هر دو جهانش میگد بر نکشید. مادر من فخر افتخار ناحیه بودن، ول کدرای تربیت کردم. دلم خواهد رود بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمام روی دنیا را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. طوری در بالا اشاره گردید. شادروان منوره اکرامووا عمری با برکت خویش را اساساً به ساحه معارف بخشیده، در تعلیم و تربیت چندین نسل فرزندان پنجکنتیان سهمی ارزنده گذاشتند. اینجا باید با عرض سپاس اظهار نمود راهبران و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 به نام اسماعیل سامانی شهر پنجکین. خاطره سابقه داران و خطکردگان شناخته را به نیکی و افتخار یاد می کنند. در راهروی اساسی آثارخانه مکتبی عکس‌های گوناگون، زندگی نامه و دیگر موادهای تاریخی عاید به سابقه داران زنده یاد، شخصیت‌های شناخته نصب گردیده به خوانندگان با تشکیل درس‌های تربیوی، محفل‌های فرهنگی و ادبی معلومات‌های مفصل پیشنهاد می‌گردد و شمع خاطره گذشتگان را منور می‌سازند. با مناسبت 100مین سالگرد مولود آموزگار شناخته و روانشاد منوره اکرامووا در سینخانه آثارخانه مؤسسه درس یادبود گذرانده شد. آموزگار نارینیسا مرادووا درباره زندگی نامه شادروان منوره اکرامووا معلومات مفصل داد و این تدبیرها را جهت احترام گذاشتن به خاطر سابقه داران ساحه و تربیت نسل نورس عملی خیر و ثواب معنی داد کرد. در دوام 30 سال فعالیت کاریم افتخار دارم که در همین مؤسسه آموزگارانی صاحب استعداد، آموزگارانی با تجربه را از نزدیک شناس شدم. در مؤسسه تحصیلات آموزگارانی بودند که چقدر برای ساحه معارف خدمت‌های شایانه کردند. از آن جمله اکرام و منوره می باشند که سالهای طولانی در این مکتب کار و فعالیت کردند. این زنی خاکسار و مهربان، غمخوار که از فن جغرافیا درس می دادند، چقدر با مهر به خوانندگان سبق داده حیات فعالیت خودشان را در همین مؤسسه گذراندند. شادروان اکرام و منوره خیلی زنی با معرفت، خیلی خوانندگانی را خلق کناندند که در تمام دستگاه‌های کارخانه‌ها، در شعبه‌های معارف، در صنعت و کارخانه‌های دولتی کار و فعالیت می‌کنند. انا همین دانش ملکه همین آموزگار اکرامووا بود که آن کس اینقدر خلق کنندگان را در ساحه علم و معرفت عمر خودشان را گذرانده اند. شادروان امروز 100 ساله شدند. ما آموزگاران فخر میکنیم که در مؤسسه ما چنین آموزگاران کار و فعالیت کردند. علاوه بر این همکاران شادروان منوره اکرامووا فعالیت ثمره بخش و سهم نمایان او را در رشد ساحه معارف با خاطره های شیرین
و سبق آموز ذکر نمودند. اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان، اعلاچی تندرستی جمهوری تاجیکستان، سرور مکتب میانه رقم 30 در نیمه دوم سالهای 60 حلیمه سعداللهی و آموزگار سابقه دار اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان دلبرای سعید و دفتر خاطره های خویش را پیرامون فضیلت های نیک، سبک و اسلوب آموزگاری، آداب و رفتار حمیده، مهر و محبت منوره، اکرام و نسبت به اطرافیان ورق گردان کردند. شناسایی من با معلمه منوره اکرامова تا تعیین شدن سرور مکتبی میانه رقم 30 به نام لرمونتوف بود. در حضور یکی از خویشاوندان وقتی که من با عیادت آنها رفتگی بودم، معلمه هم وارد همین درگاه شدن. بعد عمه همسرم، عمه بابا رجب بابایچ معرفی کردن که این معلمه هستند، نامشان منوره، فامیلشان اکرامova. درباره ما از ماشین گذر اون طرف زندگی میکنن و ما یک دنیا صحبت کردیم. من معرفی کردن که اینا کلینی ما از ورزاب کلین کرده اومدیم. من شناس کردن، انا سموش سر کرده رفت و اومدیم ما سر شدگی بود. وقتی که من با همچون سروری مکتب و مکتبی رقمی 30 سرور تعیین کرده شدم، دوستی ما با رابطه ما رفت و اومدیم ما باز زیادتر شد. من معلمه همچون خواهر کلانی هم میدونستم، چون که من در اینجا شکست نداشتم بغیر از فرزندانم، بغیر از همسرم، قریب که هیچکس نبود. معلمه یکی از بهترین معلمه های مکتبی لرمونتوف بودن. در همون دوره از معلمه های آموزگارایی که در صنف‌های پایینی درس میدادن، تعلیم میدادن، معلمه اکرامova، منوره، معلمه جورابویی و روحشان شاد باشد، معلمه قربانova، معلمه جبارova و این آموزگارای نابرکرده من یکی از بهترین آموزگارای شهر پنجکین به حساب می رفتن. گرچندی که در صنف‌های پایانی درس می دادن، باز با آموزگارانی نوی صاحبی معلومات عالی بوده هم توصیه ها می دادن. در خصوصی تعلیم و تربیه به وای رساندن نسل نورس. 100 سالگی این آموزگاری شناخته باز در روزهای فطر گذشت، روزهای آخری ماه رمضان. این هم به فکرم یک چخیل بیم همه اون مهنت هایی که به خلق کردن، همه اون مهنتی که به جامعه کردن، مهنتی که به تربیه فرزندان خودشان کردن، مهنتی که با عائله شان کردن، این جوابی همین باشد. و فکرم خدمت های معلمه منوره اکرامova پیش از همه همچون مادر، بعدا همچون آموزگاری شناخته که تربیه نسل نورسه، درست تربیه کردن نسل نورسه وظیفه اساسی خودشان میدونستند و با اون آموزگارای یاش خصوصا به صنف‌های ابتدایی تاکید میکردن که بیتون حرکت کنیم که همین خشتی اولی گذاشتگی ما بقوت باشد، راست باشد تا کرسی مستحکم شود. و این گپ‌های معلمه خودشان. من با معلمه اکرامova سالهای دراز در یک مکتب کار کردیم و وقتی که ما طلبه بودیم مکتب می آمدیم، معلمه در روی حولی مکتب البته انتظار شاگردا بودن. همه وقت کتی همراهشون جورابای و
دو کس همون مکتب نوبتچی باشن اگر تمام هستیاشون همون روزی نوبتداری به میدادن و می آمدیم و فقط می گفتیم که کی ما همین نوبری میشیم، کی ما معلمه میشیم. نهایت همون آرزوهای ما جامعه عمل پوشید و آمدیم همین یک سال دیگر جا کار کردن و دیگر سال همه وقت همین مکتبی سیبا کار کردن. همه وقت نزد همونا می آمدن، نزد اکرام و می آمدن. معلم جان یک تا کنسپکتی منو بینید کنی همین درست می همین درس همه خیلی می نویستم می و می دیدن و می گفتن که بچه جان قریب درست قریب که آمدی. همین موفقیت های من از پس همونا بود. دایی می گفتیم که ماهانم همینا برای معلمه شویم و یک مکتب یک آبروی نقص گهیم گفته و من رفتم و مکتب پیانیر وجدی شدم. پیانیر وجدی شدم. بعد گشته همین اکرام و می گفتن که دلبر جان یکم همین که از بچه ها احتیاط شد. بچه های مردم همه خیلی احتیاط شد که یگان چیز از پیش چشم دور نرود. وقتی تنفس به بیرون برو کنی باید با کدام کار مشغول کنی از دست دیر میمونمی. همین خوی با گپی همونا من یک چی بود از پسی بچه ها بودم همه وقت دیر مونن. اگر من راهبری صنفهاشون به میگفتم یک بسیار موفقیت های من از همون آموختم. هر وقت که در یک جا نشستیم همون یاد میکنیم. اکرام های صورتشان بود. وقتی که البوم ورق میزدم من همون میدیدم میگفتم که مکتب بینو کم خیر. معلمه اکرام بود بسیار زنی مهربان. در حقیقت وقتی که سخن درباره همین معلمه می رود یادم با همون لحظه های مکتبی می بیاید و دویم با یاد می بیاریم که معلمه چخیل بودن، مهربان بودن، سخت گیر بودن، درس نغز می فهموندن. در وقتی که ما هم طلبه بودیم به نهایت ما اون حرمت و عزت می کردیم. معلمه وقتی که از دنیا گذشتن ما علاقه معلمای کلام بودیم و چند روز خانه اون قصبه رفتیم. معلمه فرزنداشون بسیار زار گریه می کردن. ما هم برابری اونو گریه کردیم. قابل ذکر است که از درس‌های شادروان صدها نفر شاگردان بهره‌ور گردیده صاحب تحصیلاتی عالی شدند و در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق فعالیت دارند. یکی از شاگردان شادروان اعلاچی تندرستی جمهوری تاجیکستان، طبیب درجه عالی، مدیر شعبه امراض داخلی بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین ایوب جان مختارов اظهار نمود که استاد شادروانشان منوره اکرامова راهنمای معرفت بخش ما بودند و یادشان هیچگاه فراموش نخواهد شد. اما سال 74 تمام کرده باشم به سال 64 معلمه ما قبول کرده گرفتم. اون وقت معلمه و همه معلم بودن، اصلا معلمه تجربه دار تجربه بودن. خواستندار ما هم کسب شاگرد شدیم. دوام تحصیل بسیار یک معلمه همه طرفا معلمه تربیت میکردن، هم از جهت دانش هم از جهت تربیت. بسیار معلمه تجربه دار بودن. خواستندارم همین امروز تا همین دستگیری همه کسب تا
دانش از همه کسی آموزش برنامه تکورتی اساسی هم کس بود که امروز ما شاگردان هم کس یک قسم ما من دکتر شده کردستم، یک قسم انجینیر شده کردستم، یک قسم برقچی شده کردستم. همه تجربه که نمایان همه مردم حرمت میکنن، ایزار میکنن. این همش از دستی اولات معلمه که استاد اول بودن دستگیری کردن، دانش آموزاندن. ما امروز وقت فراموش نمیکنیم. دستگیری همین کس دانش تجربه خوندن که اساس همین کس بود که ما در مکتب عالی جمهوری و بیرون از اون کس تحصیل آموختیم. من امروز 42 سال میشد که من در ناحیه پنجکین کار کردم. با حیث مدیر شعبه 20 سال کار کردم. بعد از تمام کردن آمدن اگر ما با تجربه یاد داده باشد زندگی راه شوی کرده باشند با آمده با معلم با دکتری اساسیشون خودی من شدم. یعنی تا آخر دستگاه توبه میگفتم از احوال آشون با خبر میشدم. اگر با وقت لازم باشد خودشان فریاد میکردم یا آمده توبه فرموده میرفته. امروز دکم بینید که معلم اگر خود زنده بوده امروز 100 ساله میشده. یک روزی خوش بود. ها یکون امری تقدیر معلمه امرشان چند سالی که دعوی کردن کوتاه بوده است از ما تیز و در کردن مایه الان روحشان شاد خانه آخرشان آباد باشد. یکی از فرزندان ناموری این خانواده خادم جمعیتی و دولتی، بیناکاری شناخته کشور، متخصص ورزیده ساحه معماری و شهرسازی مطلوب خلیفه می باشد. موصوف فعالیت مهنتیش را در تشکیلات‌های ساختمانی رقم‌های 278 و 279 شروع نموده سال 1988 در شهر پنجکین با تأسیس ترستی پنجکین ساز زمینه گذاشت. دوام نیمه اولی سالهای 80-90 عصر گذشته و آغاز هزاره نو مطلوب خلیفه‌یف به حیث رئیس کمیته دولتی معماری و ساختمان جمهوری تاجیکستان، سرور جمعیت سهامی کشاده لوی حقش و دیگر ساختارها در بنیاد ده‌ها انشاءات آبادانی شهر و دهاتی پنجکین، وادی زرافشان و منطقه‌های گوناگون تاجیکستان حصه خود را گذاشته است. مطلوب خلیفه‌یف اثنای صحبت گفت که زندگی انسان واقعاً کوتاه، معما انگیز و مرکب است و نفری پیش آمد و سرنوشت خود را نمی‌داند. مادر مهربان و عزیزم اگر ماهی ایولی سال 1987 وفات کرده باشند، با امر تقدیر برادری بزرگم، یکی از شخصیت‌های شناخته کشور، سابق شهرداری دوشنبه مقصود اکراموف، ماه دکبر سال 1997 بر اثر صدمه نقلیاتی این جهان را پدرود گفت. مرقد او نیز در پهلوی کوری مادر، آرامگاه شاهی زنده قرار دارد. هر باری که در عرفه زادروز، وفات، عید و مراسم ها، سفرها به شهر سمرقند سری کوری مادر و برادری عزیزم می آیم، با دعا و فاتحه غم و اندوه از آنها یاد می کنم. ماه اپریل سال روان از 100 سالگی مادری بزرگوارم با افتخار و نقش ماندگارشان در جامعه و زندگی یاد کردم که در آن لحظه ها این بیت های شاعر را با سوگواری زیر لب قرائت نمودم. باز آمدم به کوی تو ای قبله امید، ای مادری که ساعت جانم صدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دل من فدای توست. امروز احساس نمودم که بابای بزرگم عبدالکریم عادلی که مرد فاضل دانشمند بودند، با مهر خاصه با مادرم منوره نام گذاشته بودند که آن معنای نوری تابان را داشت. هم در زندگی و هم پس از مرگ مادرم چون نام زیبایشان و معنای حقیقی نور و ضیای زندگی ما بودند.
و یادشان هیچگاه فراموش نخواهد شد. اظهار داشت مطلوب خلیفه. دست به دعا می برداریم که خداوند بزرگ روح این مادری نکوسریش را شاد و مسرور و عالمی برزخ را برایش جاویدان آباد و پرنور گرداند.